دلبستگی را نصف و نیمه نمیخواهم، یا که همه یا هیچ من. قانون من این است: جایی که ماندن را نمیفهمند باید رفت، چون در بنای عاشقی این خشت زیرین است. وقتی که ما از واژه‌هایت رفت و من آمد، فهمیده بودم اسب بی من رفتنت زین است. صبر زیادم مثل آبی روی آتش بود، اما دگر لبریز شد. این دفعه بنزین است. تا خام چشمان کسی دیگر نگردم باز، در راه رفتنها سرم همواره پایین است. روزی اگر یاد من افتادی نیاسمتم. برگشتنت در بی کسی این عین توهین است. شخصی دقیقاً چون خودت در طالعت باشد. این حرف من همچون دعا یا مثل نفرین است؟